چگونه که خواهرها و برادرای عزیز من اعلام کرده بودم که من روز جمعه ساعت 9 با وقت دوشنبه اگر چند دقیقه تأخیر شده باشد از شما عذرخواهی میکنم و برای شما سوال هایی که شما روان کردین من جواب میگردونم. یک چیز را پیشکی گویم که من در طریقای همین اینترنتی از خودم اصطلاح های امروزه قطعی افیتسال نبگیم. انا من یگان شبکه ندارم، من یگان کانالی ندارم. فقط همین گویم دادر ما فرزند ما انا آمدن و از ما خواهش کردن که یک چند همین برنامه های سوال و جواب هایی که خلاص مردم به همونها نیاز دارن شما اجازت دین که ما مقصد همین ها را از شما نوار گیریم و تا مردم از همین استفاده برند. من به همین بنده خدا رخصت دادم که انا میلش آمده مقصد من به سوال های شما جواب میگردانم تا برای من همون اجرش برای من همون ثوابش انشاءالله کفایت میکند. الهی مهربان رازق است، خدای مهربان در ما تکیه داریم. الهی مهربان خود گفتگی است و من یتقی لا یجعل له مخرجا. شما اگر خواهید که دستان پر شود، اگر شما خواهید که دسترخوان هاتون پر شود، اگر شما خواهید که پیش کس و ناکس متهم و محتاج نشوین، ترسی مرا پیشه بگیرین، از من بترسین. من مقصد هیچ وقت شما را محتاج کسی نمیگردانم. الحال میپردازیم با سوال هایی که مقصد بر ما فرستاده شد. من میخوانم و انشاءالله برای شما اینها را جواب میگردانم. سوال هایی که آمده است: یکم، آیا در ماه رمضان زبنای پسته میگیم یا همون خمیرهایی که برای دندانه ها میمالن یا اینکه مسواک زدن؟ من گذشته روزده گفته بودم که خدای مهربان گفته بود که بوی دهن روزدار برای من محبوب است از بوی مشک دیده. زین لحاظ مذهب خودمان همین خمیره بگیم یا همین زبنای پسته که مزه دارد، از جهت مزه داشتنش و استفاده بردنش در دوام ساعتهایی که روز اجازت نیست. ما میتونیم که از قسم شب میتونیم مقصد وقتی دهانهامون بستیم انا همون زمان انا از همین خمیرها و از زبنای پسته اگر استفاده بریم میشود. لیکن در دوام روز از مسواک که در خودمون بسیار این چیزا کم استفاده میبرند، از مسواک استفاده بردن اجازت است. فقط همون آب یا مزه‌ای که در داخل مسواک است او را ما باید تناول نکنیم، ما باید او را فرو نبریم، آب او را مقصد بیرون اندازیم. لیکن برای اگر بسیار ناراحت باشیم که دهانمون بوی میکند، از همون مسواک چوب استفاده بریم اجازت است. دیگر سوالی که کردن گفتن مسئله همین سحر خورک، یعنی همین بسیار مهم است که ما سحر خیزیم. یعنی بسیاری آدمی هست که در قسم سحر خیستن برای مشکل است یا در سحر اشتها ندارد. آیا مقصد همین مهم است که ما سحر خورک کنیم؟ برادران عزیز و گرامی، پیامبر نازنین گفتن تسحروا فان فی السحور برکه. شما سحر خورک بکنید زیرا در سحر خورک برکت ها هست. پیامبر نازنین گفتن که روزه ما از روزه اهل کتاب، یعنی مردمی که پیروی از تورات موسی و از انجیل عیسی میکنن، فرقش در همین سحر خورک است. ببین اونها از قسم شب میخورن میخیزن، ماها از قسم مثال بگیم پایانی شب که آورده به صبح میرساند، ما وقتی خوردن از این حالت است. زین لحاظ میگه فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب با خوردن همین سحر خورک است. از این لحاظ یعنی مقصد از این حدیث ها این است که ماها باید برای ثوابش، برای برکتش بگذار اگر یک پیاله آبم که باشد شما برای خاطر این بر وقت خیزید، خب سحر خیزی کنین. حتی در حدیث دیدم که کسی سحر بر وقت میخیزد خدا رزق او را باز زیاد میکند. یعنی برای آدمی که بسیار خواب میکند برای اونها رزق کمتر است و پیامبرم پناه طلب کرده است از امتی که زیاد خواب میکند. برای این سحر خورکاتو نکنین. شما هم سحر خورک نکنین. حاضر اگر اینا 10 تا کم است یا 15 تا کم 4 است کلندرهای امروزه نشان میدهد، تا همون ساعت آخره شما شرط نیست که 1 ساعت پیش بس کنید. یعنی بسیاری آدما 1 ساعت 2 ساعت پیش بس میکنن، تا همون ساعتی را که اجازت است تا همون ساعت بخورید. حتی در حدیث خواندم که خداوند میگه دوست میدارم بنده ای را که
از قسم بگاهی، یعنی در اولی وقت، اگر اولی وقت امروز 7:10 باشد 7:20 باشد، در اولی وقت روزش بکشاید و تا آخری وقت از قسم سحر خوردنش دوام تید. گفت اینا محبوب ترین بندگان من هستند. بگذار ما از زمره همونها باشیم خواهرها و برادران عزیز. دیگر سوالی که آمده است میگه میخیزی که سحر در حالت جنابتی، یعنی سحر هست نفرهایی که شب ممکن با خانماشون با عائله هاشون هم خوابه شیدن و مقصد خواب کردن، سحر خیستن که خلاص الکی وقتی سحر خورد دیگه باقی نمونده است. اینا هم میتونن اما غسلشون کنن و نیت کنن، لیکن چیز دیگه خورده نمیتونن. اگر به شرط خیستن که یک نیم ساعت هست، اگر غسل کنن وقتی خوردن ای دست میرود، اینجا در اون دست روشون شوین، خوراکشون بخورن، بعد خوراک غسل جنابتشون که کنن اجازه دهید. دیگر سوالی که آمده است، حامله دار یا زنهایی که شیر میدهند آیا روزه گیرند یا نگیرند؟ شریعت برای اینها خواهرای عزیز اجازه داده است که زنی که حامله است اگر خوف برد که من روزه گیرم یگان زیانی به فرزند میرسد، یا زنهایی که شیر دهنده اند خوف ببرد که روزه گیرم خلاص شیر از حساب غذا که هست شاید شیرم کم شود، الله اینها را اجازه داده است که شما روزتون را بخورید. میخورن، بعداً ان شاء الله که فرزند تولد شد و نفری که از حالت شیر دادن بیرون شد، همین روزه ماه مبارک در گردن تا قضا میموند، ایرا در یک ماه روزه میگیره. دیگر سوال دادن که تراویح چند رکعت است؟ هر سال این سوال ها هست. تراویح نزد سه مذهب، یعنی مذهب امام احمد حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه 20 رکعت است، لیکن نزد حضرت امام مالک 36 رکعت است. زین لحاظ برادران و خواهرای عزیز، هر کسی که پیروی از مذهب حنفی دارد از 20 رکعت کم نخونه و هر دلیل ها و حجت هایی را که میارن هیچ کدام او مثل دلیل و حجتی که امام ابو حنیفه دارد، امام شافعی دارد، امام احمد حنبل دارد، هیچ دلیل اونها قوت و توانای این دلیل ندارد. حتی امروز اگر نگاه هم کنیم همون مکه همون مدینه هم 20 رکعت میخوانند. زین لحاظ از 20 رکعت خواهرها و دادرای عزیز نماز کم نخوانید. دیگر سوال آمده است که ناس و سیگارت آیا مقصد برای روزه یگان زیان دارد؟ اکنون برادرای عزیز و گرامی، بسیار اینم یک جای تاسف است که برادرای ما بیگاهی کشادن روزه که با حدیث های پیامبر ثابت است که با خرما یا با آب شما روزه را کشاین، برادرای ما با ناس میکشایند. شما دانید که حکم ناس مکروه تحریمی است. شما میدونید که پیامبر نازنین میگه کفا بالمرء اثما ان یزی من یقود، اگر یک سومه که من برای نفقه فرزندات میتونم تو اگر همون یک سومه در راه نادرست صرف کنی، یعنی خریدن ناز، خریدن سیگارت، این راه درست نیست. در همین راه اگر صرف کنی برای گناهگار بودنت پیش من همینش بس است گفتن. زین لحاظ اولا من شما ها را مقصد این ماه خودش یک ماه تربیه است، یا ماهی هست که آدم ها باید ای دروغ گفتن، مردم ها باید که از مقصد ریبا خوردن، مردم ها باید که از پاره خوردن، مردم ها باید که از ظلم و خیانت و دیگر خصلت هایی که رذیل است باید در این یک ماه از این عمل ها دور باشن و وجود اونها عادت کند که اینها هم یک آدمی نیک و آدمی خوبی شود. و بسیاری مردم ها من میدانم که در همین ماه مبارک دست از همین نازکشی و سیگارت کشی میکنن، با همین طفیل ماه مبارک از همین کار زشت اونها دور میمونن. برای همین شما هیچگاه، البته اگر کسی در دوام روز ناس میکشد، سیگارت میکشد، حتما که روزه وی شکستگی است، ولی اگر حتی کشادنش هم که با همین کند، وی در عوض این روزه داشتگیش وی ثواب به دست آوردن نمیتونه. از این لحاظ برادران خیلی مهربان، این نه کاری خوبی هست نه کاری نیکی هست، این یگان خیر ندارد. این برای همین اکنون بسیار گپای زیاد دارم در گرد این نفرهایی که به ناس مبتلاهن یا به سیگارت، ولی ان شاء الله باز هم گفتنیم که همون یک نکته بس است اگر شعور است برای آدم ان شاء الله میفهمیدگی یک اشاره هم خودش کفایت میکنه. حتی بسیاری از داملاها مردم دلیل حجت میارن که میگن ناس کشیدی طهارت نمیشکنن یا از شکننده طهارت نیست. زین لحاظ من از برادرای داملا و اهل علمم خواهشم همین است که مردم در این راه دلالت نکنید. مردم دلالت کنید که مسواک زنن تا دهنهاشون بوی نکنه و این حتی به دستی خودتان مقصد زیانی که به جسم خودتان میارین، حتی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این شعار دین همیه، کسی را زلال نرسان و چیزی به تو ضرر میرسانه از او دور باش.
ببینین آیا ناس به زیان نیست؟ آیا سیگارت به زیان نیست؟ برای همین شما حتی شعار دینتان هم شکستگین. من گمان میکنم همون داملهایی که اجازت میتن همونا خودشون ناسکشن. برای همین اونها یعنی خداشون در شریعت نه، شریعت در خودشون راست کردگین. از این لحاظ این مسئله نیست که کسی برای شما اجازت یکی مقصد زیانی ندارد، ضرری ندارد. دیگر گفتن که همین ماه رمضان 3 روز است، لیکن همین را که روزهای اساسیش نمیدانند برای همین ما 30 روز روزه میگیریم. این هم خطا هست، زیرا قرآن میگه شهر رمضان. شهر گفتن ماه را میگن، یعنی ماه عبارت از 29 و از 30 روز میشود. زیرا قرآن میگه شهر رمضان 29 یا 30 روز باید شما روزه بگیرید. من گفته بودم که پیامبر 9 سال روزه گرفتن، به همین عمرشون تمام شدن، زیرا دوم هجرت ده به مدینه آمدن شونده الکی ماهی بگیم همین روزه بر او فرض گردید. 5 سال همین را 29 44 سال همین را مقصد 30 روزی گرفتن. و همین خاطر حتی همین کرده پیامبران برای ما درس است. لیکن پیش از آمدن حقیقتا روزه پیامبرمون میگه 3 روز روزه میگرفت، نه روزه های پیشتر همین خیل بود. ولی از وقت قرآن آمد چیکارش کرد؟ ایرا 1 ماه کرد.